خجالتی و روی رشید را کمال اسلامی ایران شارع جو ایلام که کل ایران و چرخی اجرا مردم حجارون خجالتی و روی رشید ایران نماینده مجلس ایلامه که وقتی شهر خودم 12 میدان نفتی دیدی وقتی 17 میلیارد بشکن نفت دیدی وقتی 14 تریلیارد متر مکعب گاز دیدی و مردم اجرا ده حجاریون و جنگ رایتی که ناصر بکه نام سطر زباله و دیوتی بیوچگی که باید ده خوشی جیان بکه و نام زینه و جهانگیری به را بخاطر فقر و نوین امکانات به خود بکشه روی رشید را بیشتر او کسایی که دستالاتی در نام حکومت اسلامی و کار رای مردم کردن حد سال 93 حدود 94 معدن فعال در استان ایلام بوده که سالانه 9 میلیارد تن برداشت کردن. ای آمار در سال 98 رسیه و 14 میلیارد تن. خب این پول چه وردیده؟ کلی چوب حق جمهوری اسلامی وی که را حزب الله را یمن را فلسطین هزینه کرده. خجالتی جیا هوبانتر وقتی رونی من که درصد فعلی در کارکنان میادین گازی و نفتی و این معادن کلی غیر کرد و حتی اگر کردیش بوده در شارع دارور ماجو کرماشان و سنا و جیلتر هیچ اشکال نیری هم اصلا غیر کردن اصفهانی یادشون ترنیانه خجالتی دیده وقتی تخصصی ها در نام شار خمان وقتی خود استان ایلام تحصیل کرده ترین کسیدن در تمام ایران آمار تحصیل آن اوبان اما دیدی من حتی کار که خودم تخصص دیدن چند کسیلی در خارج در شهر خمان دیارن و کسیلی تخصصی مفاق نگهبانی چشت بینیان یه واقعا جی خجالتی دیده آمار خودکشی طبق اعلام هنگو در سال 2018 تا الان حدود 76 نفری یه اعلام میگه که رسیس دست هنگو خیلی اعلامات هستن هوا دست سازمانی نیرسن کسی نیتونن یعنی نیزانن که چو اعلامیان بکردن که چلیه کسی آیمیل خودم کشتنه جنونه و اشتران و خاطر فقر و بدبختی یا جی روی رشید را او کسی که دستلات دیرن و ایلامیان در نام سیستم کمال اسلامی دستلات رونیتیان کاری بکردن کلا در نام کمال اسلامی و 40 سال وقت دستلات هاتگه دونیم ده آخر سالایی که تورم 8 میلیون تومانی رای خانواری که 4 کسو امسال بیست 9 میلیون تومان آخر کام کس جز مقامه حکومتی بان 9 میلیون تومان درآمدیه که بیشی میبینیم خطر فقر و تنتیجی دجو آفرت در خاورمیانه در رنده تنتیجی و دجو آفرت همیشه بیه خب اما در مناطق کرد همیشه در شارع کرد ولات کرد همیشه احترام و تایبت راجن قانونه ولی وقتی اسلام وارد عرب یا بانویش وارد ایران بیا دست کشا و سر شارع کرد این تنتیجی سر کشا صوبان که ویشتر خویکشی جنیلمان و خاطر های تنتیجی که در کل ایران حدود 60% تنتیجی علیه جنیلی کردی که خودان سر کار تحصیل کردن و داخلش حد نام 60% شویله آن که تنتیجی علیه آن کن خودان 60% آن تحصیل کردن یعنی او قشر تحصیل کرده جنشوی که با درک یک بکن او آنه تنتیجی کردن که ویشتر این تنتیجیه چوب سر کسیلی که دمالیشن یعنی کاری دادنیان جنیت که کاری دادنیان هوای خاطر آمار خوی کشتن ای همه دا نام جمهوری اسلامی هوبانتر و تایبتی دا ایلام که تنتیجی دجو آفرتیل و خاطر ای چی تکوت مخدمتان ای تنتیجی علیه آفرت که در میجاز خاورمیانه بیا انجام گیری که سرایتی که دیو شارع ایمه امیدوارم کسی که کار کنده بابت کار فرهنگی کنده بابتش او جنیلی که کاری کنده میل
فرهنگ مانده میلیه که آداب و رسوبه غلط ده بین بری من احترام را جن قائلو من ها جوره که جن احترام ایمه گری ایمه حقوق برابری دیری من هیچ کس او بانتر نیه آفرت هیچ وقت ناتر تکمیل پیاو که آفرت خوی پیدا بوده چون خوی هم حق جیان دیری در سرزمین دی زمانه هیچ وقت جویت آنه نشو آفرت جن ناموس پیاو نیه خو هر کس ناموس خویه او جور خوازیم احترام ایمان برین ایمان با احترام جن بگیریم من و تم روی راشی ترکل بکن را جمهوری اسلامی ایران که جا وقتی که دست نایسته من اشاره لمان نفت و گاز و ثروت و معادن ما غارت کردی هیچ فرهنگ خاصی که نتونستی در بین مردم پخش بکه فقط خوازه خارت او سرزمین بکه مردم هم یه خوازه حتی زینه گون اید جنازه آن هم زیادیان شد ایمه کرد ایمیل کرد باید فکر خودمان بکنیم باید بزنیم که چرا ما خواسته چه گناه ای کسی لیدیان در انتخاباش کل هزاران و عددین و داخل ایمون بولیان که ایمون در انتخابات هر جارش بشداری که ایمون و دوری من هر جاری کسی لی که رای در میرسان چگونه سابقانتر وقتی دوای او چی تجان که در انتخابات قراری رامان انجامی نیشن و فقط یه انتخاباتی شعار انتخاباتی خو وقتی خویان بعد یک انتخاب دونیم دوای او کاری لکیم که وطنه یشی تخوان یشی شعار انتخاباتی خو ایما راجع بیایم باشداری بکنیم در انتخاباتی که کلی شعاره در انتخاباتی که فقط خوازه خونمان بمشه این زاریو فقط خوازه خونمان او ساره خواستمان بمشه و تفالمان بخیر زمینه و داخوام رو کردین خومانه که حتی استایش فکر کن حکومت جو کمال اسلامی فکر وان که فکر فرهنگیان که زوانیان که هاده فکر معیشتیان ده خوردنیان این همگی یونیم مردم و فقر و فراکت و زندگی کردن و کمال اسلامی هیچ و فکریانی یه میشه بورسی خسته سواره جوری جیو مردم بتکنیم وتم وجدان خودتان بون احترام جن بگیرن تا جنیش کما جو جاران احترام بگیری که همیشه خدای احترام برده هیچ وقت جن و برده خودتان نزانن هیچ وقت گور ای فرهنگ که در عروا و هاتگسانان به ایران در ایرانش دیدید دست کشیگه مل فرهنگ کردوایی نخوان ایما ملتی گمینه که در قدیم و احترام جن گردیم جن در کشمان در برابری کامل زندگی کرده اگر کشاورزی کردیم اگر چیزی من زمینش هم کردیم ورد مان او جن کار خواهی کرده اگر وقت درو کرده اگر وقت شر روی نیسته سو کل از ورد مان خاطر شان ما شر کرده او جوره که پیاگ مان زامت که شاوده در کار کرده جن مانی هم در کار کرده هم در نام تربیت ای شیر کره لمانه داغه اگر دینی من امروز یشی من پیاگی لمان شیر کرن پیاگ کر جن کرد عزیز قویه ناموسی شرفی دی و خاطری است جن عزیز دبان سری و گورای و کرده و او جن داپیر مانه او قدیم مان احترام نگردنه ایما همه تایبت احترام جن بگیریم چون کوملگای که یما فارس را ایما درست کرده و تایبت ایما روجالات خود مانی چون کوملگای که رامان درست کرده تنتیجی جنی دژ و آفرتی دی و داخل که قصیشم جنگ نیه در نام حالا مکارو قسمت ایرانی جنگ نیه در نام سنه در نام ارومیه در نام کرماشان در نام بش حمدان در نام ایلام یک ساعت در نام شقام ری بکره بان 50 کس دستریجی و قینه که دست اردیانی نه بان 40 کس قصیه ناشرین و نکه خو ایجنه چرا تحمل بکه ایجنه تا خودی رو وقتی بیگمال بنیش غذای خوی بکه دنگش نکره کاربار خویش بخواه گوری اون موقع پیاگهش چیگه بده کار دوی نیزانی او جنه وقتی چیگه سودر هاو رفتار وقتی وردی کردنه پیاگه خوی وقتی چو گاده ورد آفرد تر در شقام بیونه که دستریجی وی که ایما باید بزانی من احترام و من تقابل بگلی من او فرهنگ حلاک و وارد فرهنگ مان بیا وارد جیان مان بیا دری بکی من با احترام بنیم با وقتی چی من کلانی و شقامی دونی من جتی وراور مادی زوزی زیادش خواه و شاری با فکر بکنیم یه خوش کنیم مثل که در کلان ریکه خوش کنیم دالگ ما میمه ما دیت تاته ما هم حاد اجتماع لی کلان خوازی ری بکه اگر ما امروز در دریجی و یانه بکن قصیه ناشوه و یانه بکن خود روز یکی و کسی کار منشان کاری
یا باید بگریم دبوش بس تریش بتم بیشم شعره باش الشعر شاعرين حنين من شاعر فریه دیدی من شکر خوا ولی یه بش دیان تنیا عاشقانه صفر نیستن مخوامیش من خدمت ای شاعرین عزیز مانه آیا او جنه دی کوملگا که خوی جیان که جیانیه که آیا گیچلایلی ای جنه گیچلایلی ای پیاگ خوی نین که شیر نیستنی متایبت او پیاگل شاعر بیشم آیا این گیچلایلی شریکی نین خب و کسم عاشقیم او کسم دوستی دیرم دلم حاله آیا حق نیه دیگ دی کوملگا پس راچه ما اگر شعر اوینداری عاشقانه گینیسنم نتوانم او گیچلایل او جنه بیارم بان قاقز ویش اشاره ویان بکرم شعر ما بلی وشتر کوملایتی و اجتماعی و جان مردم بله دیو بعد بزن بشیم کف خیابان بینی من جنمان پیاگمان زارومان منالمان چکیشی بیاری من نام این شعره چون شعر فری عزیزا مردمی فری و اگویدین اگر بتونیم درد مردم بیاری من نامی او کسی که خوانگه جی او کسی که او وقت تو نتیجه کمتری دیجو آفرد کرده و منال کرده و کسی او که پاکوان نام پارکه تمیزکاری که او احترام را وقار دو بعد ایمه یانه رایت بکی من بعد ثابت بکی من اگر ایشی من کردی من میجو خطری داشتی من فلانی من بیسانی من بعد امروز وکال بانی من امروز او وقت است وقتتان بخیر و امیدوارم هر توزی همی قصیه ما و درد بر عزیزه ما نبخواه